آیا میدانید حقوق برخی از بزرگترین اسطوره‌های فوتبال جهان چقدر است؟ در این ویدیو ما حقوق 10 تا بازیکن برجسته را مقایسه می‌کنیم و شگفتی‌هایی را کشف خواهیم کرد. توی این ویدیو می‌خواهیم راجع به مقایسه حقوق 10 تا از معروف‌ترین ستاره‌های جهان از مبتدی تا دوران حرفه‌ای خود صحبت کنیم و نکته آخر درباره کریستیانو رونالدو و مسی حتما شما را شوکه خواهد کرد. شماره 10 سرخیو راموس. او از سنین کودکی به عنوان یک مدافع با تجربه شناخته می شود. در طی سالها به یک بازیکن با درآمد بالا تبدیل شده است. سرخیو راموس در دوران مبتدی حقوق تقریبی آن کمتر از 1 میلیون یورو بوده است و در دوران حرفه‌ای بیش از 15 میلیون یورو دریافت می کند. شماره 9 پله. این بازیکن با پشت سر گذاشتن دوران آماتوری و عدم دریافت حقوق در دوران مبتدی با تبدیل به یک بازیکن حرفه‌ای معتبر در دوران حال حاضر به عنوان یکی از بهترین بازیکنان فوتبال تاریخ جهان شناخته می شود. او به عنوان یکی از قوی ترین بازیکنان در تاریخ فوتبال شناخته می شود. پله در دوران مبتدی حقوق تقریبی آن کمتر از 500,000 یورو بوده است و در دوران حرفه‌ای بیش از 20 میلیون یورو دریافت می کند. ممنون میشم که ویدیو ما رو لایک کنید. شماره 8 لوئیس سوارز. این بازیکن با توانایی‌های حمل و نقل توپ و آسیب پذیری دفاع‌ها شناخته می شود. در حال حاضر به عنوان یک بازیکن با درآمد بالا در دنیای فوتبال شناخته می شود. لوئیس سوارز در دوران مبتدی حقوق تقریبی آن کمتر از 50,000 دلار بوده است و در دوران حرفه‌ای بیش از 20 میلیون یورو دریافت می کند. شماره 7 زلاتان ابراهیموویچ. با توانایی‌های تهاجمی و قدرت بالای فیزیکی او به عنوان یک بازیکن تجربه‌دار و تاثیرگذار در فوتبال شناخته می شود. زلاتان ابراهیموویچ در دوران مبتدی حقوق تقریبی آن کمتر از 50,000 دلار بوده است و در دوران حرفه‌ای بیش از 20 میلیون یورو دریافت می کند. شماره 6 کیلیان امباپه. این بازیکن جوان با سرعت به عنوان یک بازیکن برجسته و سریع شناخته می شود و در طی سالها با افزایش درآمد خود به یکی از بازیکنان جوان پردرآمد در دنیای فوتبال تبدیل شده است. امباپه در دوران مبتدی خود حقوق تقریبی آن کمتر از 1 میلیون یورو بوده است و در دوران حرفه‌ای خود بیش از 20 میلیون یورو دریافت می کند. شماره 5 گرت بیل. این بازیکن با سرعت و تکنیک و توانایی‌های حمل و نقل توپ شناخته می شود. در حال حاضر به عنوان یک بازیکن با درآمد بالا در فوتبال شناخته می شود. گرت بیل در دوران مبتدی خود حقوق تقریبی آن کمتر از 1 میلیون یورو بوده است و در دوران حرفه‌ای بیش از 20 میلیون یورو دریافت می کند. شماره 4 آندرس اینیستا. این بازیکن با مهارت‌های استثنایی در کمک به تیم و ایجاد فضای بازی شناخته می شود. بازی حرفه‌ای او به درآمد بیش از 25 میلیون یورو در سال انجامیده است. اینیستا در دوران مبتدی حقوق تقریبی آن کمتر از 1 میلیون یورو بوده است و در دوران حرفه‌ای خود بیش از 25 میلیون یورو دریافت می کند. شماره 3 نیمار جونیور. این بازیکن در دوران کودکی به سرعت درخشش خود را نشان داد و به عنوان یکی از بازیکنان جذاب و مهارتی شناخته میشد. در حال حاضر درآمد او به بیش از 80 میلیون یورو در سال میرسد. نیمار در دوران مبتدی خود حقوق تقریبی آن کمتر از 1 میلیون یورو بوده است و در دوران حرفه‌ای خود بیش از 80 میلیون یورو دریافت می کند. شماره 2 لیونل مسی. این بازیکن از سنین کودکی در باشگاه بارسلونا فعالیت خود را شروع کرد و در طی سالها با توانمندی‌های خارق‌العاده‌ای به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان فوتبال شناخته می‌شد. درآمد او به عنوان یک بازیکن برجسته به بیش از 120 میلیون یورو در سال می‌رسد. لیونل مسی در دوران مبتدی حقوق تقریبی آن کمتر از 1 میلیون یورو بوده است و در دوران حرفه‌ای خود بیش از 120 میلیون یورو دریافت می‌کند. شماره 1 کریستیانو رونالدو. این بازیکن نیز از سنین کودکی در باشگاه‌های مختلفی بازی می‌کرد و با عنوان یکی از بهترین گلزنان تاریخ فوتبال جهان شناخته می‌شود.
اون نیز در حال حاضر به عنوان یکی از بازیکنان پردرآمد در دنیای فوتبال شناخته می شود. کریستیانو رونالدو در دوران مبتدی حقوق تقریبی آن کمتر از 1 میلیون یورو بوده است و در دوران حرفه‌ای خود بیش از 120 میلیون یورو دریافت می کند. به نظر شما تغییر حقوق کدوم یکی از این بازیکن‌ها از دوران مبتدی تا حرفه‌ای خودشون چشمگیر بوده؟ توی کامنت برای من بنویسید. توی این ویدیو راجع به مقایسه حقوق 10 تا از معروف‌ترین ستاره‌های جهان از مبتدی تا دوران حرفه‌ای خود صحبت کردیم. توی ویدیوی بعدی می‌خوایم راجع به سریع‌ترین و قوی‌ترین شوت‌های تاریخ فوتبال جهان صحبت کنیم. برای اینکه این ویدیو رو از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای ما غافل نشید.